صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ را از موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت توجیکان ادامه می‌دهیم. همین طریق زراعتکاری و چارواداری صحیفه نو در زندگی باشندگان باختر قدیم گردیده، از دنبالش طرز زندگی مقیمی، کاسبی و هنرمندی، شهرسازی و بنیاد قلعه و استحکام‌های حربی و ده‌ها دستاوردهای بزرگ تمدن و نشانه‌های نخستین دولت و دولتداری نیاگان ما را فراهم آورد. این نشانه‌ها پیش از همه موجودیت حدود مرزهای معین جغرافی و حفظ نمودن آن، موجودیت دستگاه مأموری و نظارت‌کنی، موجودیت دسته‌های سپاهیان و نظامیان، موجودیت درفشی یعنی پرچم دولتداری، موجودیت سرودهای حماسوی متنتن که چون گیمن دولتداری خدمت می‌کردند، موجودیت واحد پولی خاصه و رواج معاملات و سودا، موجودیت راه‌های کاروانگذر، مرکزهای تجارت و کاروانسرای‌ها، موجودیت کتاب مقدس اوستا و عمومیت زبانی و اتنیکی و دیگر رکن‌های خرد و بزرگ دولت و مملکت‌داری مثال شده می‌توانند. تواناترین نظارتچیان ساخت دولتداری زمینه‌های تشکل دولت را تحقیق نموده قید کردند که دولت محصول و ظهورات آشتیناپذیر ضدیت‌های صنفی میباشد. همین طریق در اساس دلیل‌های بالایی میتوان به نتیجه رسید که در زمان پادشاهی گشتاسپ و ظهور زردشت، باختر به یکی از اولین دولت‌های توانا و پر اقتدار آسیای میانه تبدیل یافت. پدید آمدن و وسعت یافتن ضدیت‌های صنفی و اجتماعی، افزودن فرقیت طبقه‌ها، تشکلیابی دایره اشرافان، پیشوایان و حاکمان صاحب مرتبه، استوار شدن مرتبه زراعتکاران و چارواداران در جامعه، روی آوردن به استثمار مهنت غلامان و برده‌ها، خواه ناخواه به تفریقه اجتماعی و مال و ملکی و جداشوی طبقه‌های مختلف در باختر قدیم آورده رساند. در جامعه طبقه‌های صاحب نفوذ حاکمان و شهریاران، پیشوایان و اشرافان، روحانیان و موبدان، سپهسالاران و لشکرکشان پیدا شده موقع و مقام خود را در جامعه تا رفت استوار و وسیع‌تر می‌کردند. در عین حال نفوذ یافتن طبقه کاسبان و هنرمندان، دهقانان و چارواداران، تاجران و سوداگران باعث گسترش شهرها، پیدا شدن قلعه و شهرستانها، مرکزهای تجارت و راههای کاروانگرد گردیده طرز حیات شهرنشینی به زمینه نسبتاً بلندتر زندگی برده می‌رساند. طرز زندگی شهرنشینی از دنبال خویش دستاوردهای تمدن و ارزش‌های فرهنگی را از قبیل معماری و شهرسازی، معاملات و تجارت، رواجیابی و هنرمندی و صنعت نفیسه، گسترش ساحه‌های کاسبی و بازار و رسته‌های سودا انکشاف داده، در نهایت کار زمینه واقعی را برای پیدا شدن، تشکل یافتن و استوار گردیدن دولت و دولتداری تاجیکان فراهم آورد. بیهوده نیست که در آثار تاریخی و ادبی نیاگان تاجیکان قلمرو دولت باختر و حدودهای اطراف آن را بعضاً آریان شهر می‌نامیدند که این دلالت است به شهرسازی، شهرنشینی و شهرپرستی نیاگان ما، یعنی آریان شهر سر اول از نام اریانم و ایجا وطن اساطیری آریایی ها برآمده در عهد تشکل شهرنشینی باختریان غالباً به معنای همان هزار شهر بلخ و باختر استفاده شده است. بعد گذشتن چندین عصرها و پدید آمدن دولت ساسانیان که آثار اوستا و دیگر آیین‌های سابقه زردشتیان را عمری دوباره بخشیده بودند، به تقلید هزار شهر عهد سابقه قلمرو خود را دیگر نام نهادند. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ در موضوع باختر و سوخت
گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه دارد.